سلام. حتما شنیدید افرادی که بیناییشون رو از دست میدن قابلیت‌های حسی دیگه‌شون مثل شنوایی تقویت میشه. این مثال و مثال‌های دیگه‌ای از این دست نشون میده مغز ما یک مجموعه از پیش برنامه‌ریزی شده سلول‌های عصبی نیست. مطالعات عصب شناسی نشون داده موقعیت‌های مختلف زندگی، موقعیت‌های شغلی و تمرین‌های فکری باعث میشه قابلیت‌های ذهن ما تقویت بشه و البته گاهی ممکنه بر اثر بی‌توجهی خودمون بعضی از این قابلیت‌ها تنبل و تضعیف بشن. یه مطالعه عصب شناسی جالب نشون داده در رانندگان تاکسی شهر لندن بخش هیپوکامپ خلفی بزرگتر از حالت عادیه. وظیفه بخش هیپوکامپ خلفی در مغز مسیریابی و ساختن تصاویر سه‌بعدیه. این افراد به اقتضای شغلشون بیشتر از این قابلیت مغزشون استفاده کردن. میبینید هر طور که با مغزمون تابو کنیم همونطوری داریم تربیتش میکنیم. کتاب خوندن و به خصوص مطالعه ادبیات ظرفیت‌های خاص خودش رو در مغز ما فعال میکنه. یه فرد اهل مطالعه باید یک سیر خطی رو پی بگیره، پس باید عادت به تمرکز پیدا بکنه. یه آدم اهل کتاب یاد میگیره چطور در یک مطلب، یک شعر، یک داستان غرق بشه و اون جهان رو در ذهن خودش بسازه. ساختن یک جهان دیگه و غور کردن در اون موهبتیه که ادبیات به ما ارزانی میکنه. اما شاید بدونید استفاده زیاد از اینترنت دقیقاً همین قابلیت‌ها رو در ذهن ما تنبل میکنه. چرخیدن توی فضای مجازی با اون همه لینکی که ما رو وسوسه میکنن روشون کلیک بکنیم و صفحه‌های زیادی که باز شدن تا ما نگاهشون بکنیم دشمن تمرکزه و این اصلاً حرف تازه‌ای نیست. خیلی از ما این رو به تجربه دریافتیم. نباید تعجب کرد اگه بگیم مغز یک کتابخوان حرفه‌ای با مغز یک اینترنت باز حرفه‌ای واقعاً فرق میکنه. از یاد نبرید تمرکز رو برای زندگیمون لازم داریم. تمرکز رو نمیشه از جایی خرید، نمیشه از جایی دانلودش کرد. باید ازش مراقبت کنیم. پس کتاب بخونید و عمیق بشید.